به نام خداوند مهربان، هموطنان عزیز، برادران و خواهران و بینندگان ارجمند، به برنامه ما خوش آمدید. امیدوارم که صحت و سلامت و موفق باشید. شامتون بخیر بود. من هستم محمود جان فیض رحمانوف، همراه دوست و همکارم بابا جان قیوموف. دوستان عزیز گرامی، یک بار همه شما را، بینندگان را و برنامه تشکر میگویم و موضوعی که امروز انشاءالله بحث خواهیم کرد چند موضوع هستند. موضوع اول همون بازداشت هایی که نسبت شخصیت های علاهده از گرامی صورت گرفته از درباره اون صحبت خواهیم کرد و بعد درباره قضیه عزت امان صحبت خواهیم کرد و بعد اون یک حادثه خونین که یک نفر با کرد و با چاقو علیه مردمی بیچاره هجوم کرد در آلمان، درباره اون صحبت خواهیم کرد و موضوع اساسی ما انشاءالله در مورد صلح تاجیکان خواهد بود. خوش آمدید برادر بابا جان. خیلی که دوستان عزیز خیلی که دوستان عزیز میدونید نسبت چند روز 18 ایون مولوی عبدالله بیگ یزدگرامی را با همراه برادرش از دوشنبه بازداشت کرده بودند و بعد اون امروزها یک دو روز در خیلی از شخصیت ها از جمله مولوی نغزلی که یکی از روحانیان مشهوری همین مردمی یزدگرام هست، اون را بازداشت کردند و در ناحیه ونج در وادی یزدگرام هم کمتر نارامی رخ داد و مردم هم به پا خیستند و امنیتی ها و دیگرها. حالا در اونجا وضع کمتر ناآرام است و برای فهمیدن این وضعیت ما از اکی شانه‌ایم که از وادی یزدگرام هست و مردمی یزدگرام را خیلی خوب از نزدیک آشنا است، اون رو وارد میکنیم و انشالله که انشالله بعد با اون صحبت کردن باز مسائل دیگر رو بعد بحث برسیم. اکی شانه‌ایم خوش آمدید. سلامت باشید. اکی شانه‌ایم همین روزا بعد همین بازداشت که مولوی عبدالله بیگ برادر ایناش نسبت مردمی یزدگرامی بعضی فشارها و بازداشت‌ها صورت گرفت از در یک دو سه روز اخیر و حتی خبرها که از اون است که در همین وادی یزدگرام نارامی ها به این معنی که مثلا امنیتی ها میخواهند بازداشت کنند و مردم ناراحت هستند، نگران هستند از این بازداشت های خودسرانه مقامات اینها. میخواستیم شما برای بینندگان اصل موضوع که در اون چی میگذرد یک بار میگفتین واضح میشد برای مردم خوب میشه. تشکر بار دیگر. پیش از همه سلام عرض میکنم به بینندگان محترم و مردمی کشور عزیزم تاجیکستان. راستیش من میخواهم علت بازداشتی روحانیانی که مثال امروز از بگیم وادی یزدگرام و از این منطقه قرار دارند علتش رو بیان کنم که به چه علت آنها را دستگیر کردند. من در یک صحبت هم گفته بودم که رحمانوف یعنی که همین رئیس جمهوری تاجیکستان چند خصلت‌های نامطلوب دارد و در یک خصلتی که کینه‌توز هست، قصدگیر هست، ما بیان کرده بودیم. و دیگر اینکه رحمانوف یک شخصی حسود است و امروز در این باره میخوام کنم صحبت بکنم و شرح بدم. ولی اکیشانه حالا اکیشانه بیا اول بدونیم که چی صورت گرفته از در مثلا خودی یزدگرام که ها بازداشت شدن در دوشنبه. من مفصل بیان میگم. اول علت شو بگم ببینید. اول اگر شرح میدادیم بهتر بود اصلا که چرا کی ها بازداشت. اجازه بدید، شما اجازه بدید. ببینید برای چی مولوی عبدالله بیگ رو دستگیر کردن؟ علتش همینه که حسادت نسبت همون برادر است. مولوی عبدالله بیگ
قوتبگ فامیلش است و او را روز 18 میامی ایون در خانهش در ناحیه سینا با برادرش بازداشت کردند و سبب بازداشت همین خیلی که حسادت است. این آدم یک ناطق است، یک ناطق فوق‌العاده است، یک آدم واعظ است و امروز یک علتش همینه که همین آدم یعنی که ایمیج در بین مردم ایمیجش خیلی بالا رفت. وقتی که ایمیج همین انسان کدام شخصی که باشد فرق نداره در تاجیکستان ایمیجش بالا رفت، او باید یا دستگیر شود یا زندانی شود، چون که در تاجیکستان یک نفر ارزی وجود دارد، امام علی رحمانوف. گپی وی است، سخنی وی است، هر حکم هر قانونی که قبول میکند فقط همون. من برای همین میخواستم که اول از همین یعنی که خصلت های نامطلوبی این مرد کینه‌توز و حسود صحبت کنم. بنابراین من خواستم که اول این رو بگویم. او را با چند علت، یکمیش که حسادتی رحمانوف برای دستگیری وی بود، دوم اینکه این آدم یزدگرامی است و امروز من بارها گفتم و باز میگم که یزدگرامی بودن در کشور جرم است. سببش هم میگم چون که این قوم یک قومی است که به ظلم رحمانوف مثل دیگر جوانمردان ملت تاجیک سرفرود نآوردند. برای همین دوران اذیتشون میکنند، شکنجهشون میکنند، دستگیرشون میکنند. اکثر جوانهای یزدگرام امروز در زندان هستند. من مراجعت به مردم یزدگرام میکنم که میگم که هوشیار باشه، آگاه باشد که نوبت به نوبت هر یک کسی که یک جرأت جسارت میکنه، صحبت میکنه، سخن میگه، اون دستگیر میشه یا زندان میشه. یعنی اینا هیچ وقت به ظلم ستم رحمانوف سرفرود نآوردن. برای یزدگرامی بودن در کشور عزیز. گفتم که یزدگرامی بتوخانه مثل بقیه مردم تاجیکستان مجرمه. دیگر علتش این که همین آدم اهل دین و اهل علم بود. رحمانوف اصلا اهل دین یا که اهل علم قبول نکرده است و نمیکند. امروز اکثر زیایان کشور گرفتگیان، اکثر علما وقتی که نهضت در داخل تاجیکستان بود اینها سرشون بلند بود و گپ میزدند و چون که از اینا مجبور میکنند که بعضی اوقات نهضت را تنقید کنند. من یادم است که با همراه جناب کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان به سوق سفر کردیم. مردم سوق یک سخن گفتن اونجا، مجبورشون کردن که اونها هم گپ بگن. اونها را گفتن که شما با جناب کبیری بگید که یعنی همون امام خطیب همون اسفره گفت که جناب کبیری اون دستارخوانی را که یعنی که سید عبدالله نوری کشودن شما جمعشون کنید، یعنی همین حزب ببندید کار حل میشه. نه که با بستن نهضت کار حل نشد، ولی بازداشت علما شروع شد. اکثر آنها مثلا ایشان سیراجدین دیگرش امروز با رفتن دوباره کنج زندان. یعنی که نهضت بود که آنها برای آنها یک سپر بود، یک پشتیبانی بود و امروز که نهضت نیست مولا عبدالله بگه میگیریم. این از تبار من است، خیش تبار من است، یزدگرامی است. با یعنی که حکومت دارو سر کار داشت، بعضی اوقات ما را تنقید میکرد، ولی اینا امروز که منفعتشون برآورده شد، کارشون حل شد، نغزالی را که عبدالله بگه گرفتن زندانی کردن. برای چی؟ و تهمت زدن که یعنی که با همکار بودن با نهضت. اون هیچ وقت با نهضت همکار نبود، بلکه نهضت را گاه اوقات تنقید میکرد برای بقای خود. ولی اینها نه با عبدالله بگ و امثال عبدالله بگ و دیگر کسانی که روشن فکر هستند یا که اهل دین هستند، اونها را این حکومت هیچ وقت نبخشیده است و بخشیدنی نیست. من فکر میکنم که در آینده نزدیک با تمام اهل دین از سال 37 دیده مناسبت بدتر میشود و خوبتر نه. دیگر سیم علت دستگیریش
سومین علت دستگیر شدن عبدالله بیگ این است که اون از کماندهی محمد سعید عبیدالله بود. این را همه میدونن، یعنی که این یک آدمی واعظ، یک آدمی ناطق، یک آدمی که مردم گپش گوش میکنند، یعنی که آبرو کسب کردگی است و از کماندهی یک هست که بعض کمبودیای رحمانوف و چوبروسوش با قول میدونه، یعنی که دوران اوست با فکرم دایره اورم تنگ کرده ایستادن و میبینیم که حال او بنده خدا در آینده چی خواهد بود نشانه میبینیم. بازی من میگم تو. و دیگر اینکه اینها گفتن که از خانه‌اش $80,000 گرفتن. $80,000 یک خبر عمومی را درست است، ولی اونجا فقط $20,000 خارجی بود و $60,000 که همون برادرش تجارت میکرد، چهارمغز سیب از ونج و بگیم از دیگر مناطق کوهستان بدخشان میآورد در دوشنبه میفروخت. همون پول برای چی؟ برای که آنها میخواستن خانه پدری خودشون که 5 سال است که خانهشون در یزدگلام خراب است، میخواستن که همون را چیکار کنن؟ آباد کنن. ولی اینها فهمیدن که اینا پول دارن و رحمان و کماندش نمیخواد کسی در تاجیکستان صاحبی یک ذره بگیم قامتش رو شود. اگر درک یافتن که اون یک سرمایه جمع کرد، اون در اینا غاصب هستن، غصب میگن یا پولش هم میگیرن. وقتی که مولوی عبدالله گرفتند، در چیکار کردن؟ او را به خدمت برادرش گرفتند، آمدن وادی یزدگلام. وادی یزدگلام آمدن، برادرمان شکروف نظرالدین گرفتند. اون شکروف نظرالدین شما باور کنید و یک آدم اگر بگه ملائکه روی زمین است خطا نمیگه، چون که اون گپی بلند نداره، با فرزندش گپی بلند نمیزنه. همین خیلی انسانی که همین کشیشتی بالا پرخنده، اون آمدن گرفتن بودن اذیت کردن و این و چند یعنی سال بعد همین آشتی ملی که بود در بدخشان، در ناحیه ونج در وادی یزدگلام آمدن بالای امی پایانی از کدوم دهه از کدوم دهه آز من میگم پایانی همون دهه بودن است. پایان اداره جماعت یک اداره امنیت جور کردن. آخه اداره امنیت در مرکز ناحیه بود و چکار میگه در 4 یزدگلامی که نیمش بیچاره در بدر است، فقط 4 مسافر مونده، چون کمپیر یک دو بچه جوانی هست که میان میروند، اونا هم رنگ گستربایت در روسیه کار میکنن، بیچاره در قزاقستان کار میکنن، خانه شون میرن. همین کمیته امنیت بالای 5,000 آدم گرفتن تشکیل کردن، همه روزه مردم اذیت میکنن. اومدن خطیبی امام خطیبی همون ناحیه بودن برادرمون محمد نظر اگر شما اهمیت داده باشه وقتی که درگیری ها را تشکیل کردند همینها، یعنی همین حکومت رو برای که خودشون یک آبروی در کشور کسب کردن که به آبرو شده بودن تشکیل کردن. محمد نظر گفت که من تانکیستم، بهتر من خدمت کردگیم، اگر لازم باشد من مسافر من میخزم میرم برای دفاع وطن. همون آدمی که پشتیبانی امینو کرد امروز گرفته محکمش کردگیم و همراه همون با یک 6-7 نفر جوانهایی که اهل بگیم مسجد هستند یا که یکم سواد فارسی دارن، اونها را گرفته اذیت کردن. بچه‌ها باید دو علت، یکم علت که آنها باید گزارش بدن علیه عبدالله بیگ که یه وقتا استفاده شو میبرن که همراهشون بود و امروز که در کار نشد عبدالله بیگ مثلا تهمت کردن که در فلان جنازه فلان گپ زد. برای چی؟ امام خطیب اومده همین جای ایستادگی اون رفت جنازه را خواند، در فلان خانه فلان گپ زد. همین بالای و دوسیه جمع کردن باید که عبدالله بیگ زندانی شود. علت شد گفتم اکه شنویم اکه نغزالی را گرفتن به فکر من بزداشت کردن به نغزالی میرسه. بعد اصلا اینو یک 4 روز پیش اومدن جمک. یک روز وقتی که برادر نظرالدین گرفتن شکروف نظرالدین، بعد نظرالدین میخواستن که یک برادر دیگه اسمش شکروف نظرالدین با
امام الدین سبزعلیف گرفتن و دکس محکم ناظر و یک آدمیگه حاضر لیلیف رمش اونم میخواستن بگیرن. وقتی که اونم میخواستن بگیرن مردم قیام کردن و همون امنیتیایی که بودن اونها را زدن از ده پیش کردن از ده جماعت. بعدن دیروز یک هیئت کلان با 3 ماشین 2 یا 3 نفرشون از مرکزی یعنی از پایتخت هستند از دوشنبه، خب از کارمندای امنیت داخلی خاروخ و ونج گرفتن و اومدن حاضر در دره یزگلومن و امروز سحر رفتن سوق جمک و صحبت هم کردن در بدون در همون و از ما روایت کنند رنگی پیشوای ما باشه، یعنی رنگ امام علی رحمان خطانه بکنین داشته باشین در توجستان نمون دیگه در توجستان انسان نقدر دارم برای که مردم یکم مردم برای کار تشکیل وطن نچینه میگه که شما رنگی پیشوا زمین میلاد او امام علی رحمان پیناتوز باشن رنگ حقوق باشن رنگ امام علی رنگ اکای شونایم اینترنتت کمتر سست است. اینترنت سست است. با فکرم اگر یکم صدا قطع شده است. ولی بوچ آزی ساز شد نسبتا خوب شد. بعد خانه نغزالی آمدن. نغزالی آمدن در دوشنبه. وقتی خانهش آمدن نغزالی را پیدا نکردن. او بنده خدا چی کتابایی که داشته است کتاباش از خانهش گرفتن رفتن و دیروز ما در خبر رسید که نغزالی را بردن و نغزالی را چی پرسیدن؟ تو با شاهنامه چی مناسبت داری؟ رحمانوف تو با گلف چی مناسبت داری؟ گلف قدرت نغزالی خشی من است. نغزالی خشی من است لیکن زیدی من کار میکرد با دستور چاپلوسی خود. نغزالی از روزی که اومد هیچ وقت با نهضت رفت آن نکرد، یعنی که به خاطر اونی که اونها قبولش کنند بگم زیدی نهضت بعضی اوقات حرف میزد. در انتخابات 2015 گفت که حزب خلق دموکراتی در آواز بزنید، گرچنده که مسجد جای سیاست رونی نیست. نغزالی در همونجا علیه بگم سیاستی بگم کلی کشور گپ زد که مسجد جای سیاست بونی، یعنی که خودشون میگفتن که دین از دولت شد. ولی نغزالی از همونجا گفت که مردم شما به حزب خلق دموکراتی آواز بزنید، به نهضت آواز ندید. ولی امروز نغزالی را برده پرسجو کردیدم برای که نغزالی من گفتم که یزگلومی بودن در این کشوری عزیزمان تاجیکستان جنایت است. تو مجرمی اگر تو روشن فکری نه اینکه یزگلومی. اگه من یزگلومی میگم برای که امروز حادثه بالای اون قوم افتیده است. ولی امروز ببینید که کسی که در کشور یک ایمیج یا سیاسی یا اجتماعی یا شخصی پیدا میکند اون به این حکومت بنام کنستیتوسیونی دشمن است، یعنی دشمن امام علی رحمانوف است. دیگه این همین خیلی حالت ها هست. حاضر اونها با مردم گفتگو دارند در یزگلام که شما باید صبر کنید، شما باید قیام نکنید. یعنی ما کسی را که بخواهیم باید بریم سندونیش کنیم، ولی شما حق نداره که سر بلند کنید. و من باور دارم که اون مردم شریف هیچ وقت ظلم اینا را قبول نکرد، نمیکند و نخواهد کرد. سلامت باشید. بله
کشونیم یکی تهمتی که کشونیم یک اتهام میگن که همین مولوی عبدالبک هم با نهضت بود، یعنی عضویت در نهضت و همکاری میکرد با نهضت. واقعیت دارد؟ من کو تاکید کردم که عبدالبک و برادرایی که همراه امو خواندند اونجا آمدن، خب معلوم است در زایدان خوندند، اونها هیچ وقت با نهضت همکاری نکردن. اون در جنازه محمد سعید یزدگرامی یک مولای مشهور داشتیم، خیلی آدم دانشمند بود که اکثر مردم میشناسند، پیر مردم کلاه بود اون محمد سعید. در جنازه محمد سعید با دستوری کمیته دولت امنیت ملی گفت که محمد سعید، چون که ما در همون جنازه شرکت کردیم، معاون اول رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برادر سید معروف حسینی در همون جنازه وقتی برآمد کردن، دیگه این عبدالبک برادر ما خست از همونجا گفت که وقتی که ما گفتیم که نهضت یعنی که محمد سعید همراه ما بود و برادر ما بود و امروز دیگر رفت دعای خیر درخشیم، عبدالبک همونجا خست یک گپ گفت که اون محمد سعید هیچ وقت نهضتی نبود. یعنی این نشان میده که عبدالبک میگه که من نهضتی نیستم، ولی اینها شرم نداشته امروز یک آدمی که علیه یک گروه و یک حرکت حرف میزد امروز او را تهمت کرد که بهانه نیافتن، میگن که اون نهضتی بود. این دروغ محض است. او هیچ وقت نهضتی نبود و همکارم با نهضت نبود، بلکه علیه نهضت بود. ولی امروز که در حالت ظلم قرار دارد، ما از وی پشتیبانی میکنیم و درخواست میکنیم از همین حکومت استبدادی، از همین حکومت ظالم ظلم پرور که دست از عبدالبک برای انسان بردار. ما با همراه زن فرزند زندگی خوب و آسایشته داشته باشند. سلامت باشه اکه شنیم. واقعا ما بر ویدیوهای عبدالبک رو، مولای عبدالبک رو در یوتیوب اینا تماشا کردم بعدی که این بازداشت شد. واقعا یک انسانی خداترس، یک انسانی که واقعا یک حقیقت بود تا مثلا داملای واقعا خوشسخن و خیلی آدمی جدی بود. برای همین برای مثل عبدالبک، مثل که حالا گفتید، تاجیکستان برای یک فرزانه، برای یک آدمی تحصیل کرده، برای یک آدمی واقعا تاجیک، واقعا مسلمان دیگر جا نیست در تاجیکستان. واقعا دیگر اونا میگیرن زندانی میکنن. حالا اگه شما باشید یک سوال من به برادر بوبوجان میدیم و بعد اونم به شما هم میتونید بعد اون صحبت کنید. برادر بوبوجان، همین حادثه که در نسبت مردم یزدگلام صورت گرفت، چی در وادی یزدگلام و چی مردم یزدگلامی که در دوشنبه و اطراف آن زندگی میکنن حادثه رخ داد، این از چی دلالت میکند؟ این هم در حالی هست که رحمان امروز 26 است، روزی امضا یعنی سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکان است. این از چی دلالت میکند که در این زمان، چرا بخصوص در این زمان نسبت مردم یزدگلام چنین عملی از طرف حکومت صورت گرفته است؟ ببینید محمود جان، وقتی که هممون میدونیم که رحمانوف میخواهد به همه ثابت کند که دیگر در این کشور هیچ کس به جز او وجود ندارد و یک همون عقده خودکمبینیش میخواهد در همینجا جبران کند با همین طریق که گویا که وقتی که فکر میکند رحمانوف میبیند که مردم یزدگلام در عموم بدخشان یک منطقه بود که پایگاهی مخالفین بود در سال 92 و مردم یزدگلام به خصوص خیلی در این چیزها مخالفت ها با حکومت رحمانوف نقش مؤثر داشتند و میخواهد در همین شب و روز نشان بدهد یک بار دیگر انتقام جویی خودش، همون خیلی که شانایی هم گفتن، همون کینه و نفرت خودش میخواهد به مردم نشان بدهد و یک بار دیگر مردم رو بترساند. یک طرف قضیه و دیم طرف قضیه هم هست محمود جان، من میخوام به این چیز بیشتر اشاره کنم. کسانی که امروز در اومدن با دستور حکومت یا اینکه با حمایت از حکومت با نهضت، با مخالفین بگیم که دشمنی میکنن و میروند خودشون بیهوده بدون یگان چی میروند خودشون در یک حالت بد قرار میدن، میاد در مقابل اراده مردم قرار میگیرن.
به خاطر نمیدونم منصب باشد، مقام باشد، جایگاه باشد یا از ترس باشد. ولی یک چیز را فراموش نکنند، تقدیر انا همین عبدالله، تقدیر انا همین نغزلی، تقدیر همینها درس است برای شما، برای اون کسانی که امروز در بری همین چنین از ظلم رحمانوف حمایت میکنند. بدونید که سرنوشت شما هم جز اینها نیست، زیرا اینها هم واقعا می اومدن و در مقابل نهضت من درباره داملا سراج‌الدین نمیگم که چقدر با نهضت مخالفت کرد، درباره نهضت ضد نهضت برآمدها کرد، امروز در زندان است. زیادند اینها، ولی شما حداقل مردم همین اهل دانش، من نمیدونم مردم فرهنگی و فرهیخته ما، روحانیای ما، حداقل همین را بدانند که اگر شما هر کاری کنید، در مقابل هر کسی بیستید و از هر یک ظلم این رحمانوف و حکومتش اگر حمایت هم کنید، برای شما هیچ سود ندارد. اگر یک جای آمد و برای کسانی لازم شد شما را هم بازداشت میکنند، یا برای پولتون بازداشتون میکنند، یا برای اینکه یک سخن حق را شما میگوید در یک جای برای اون بازداشتون میکنند، یا یک گروه پیدا میشود، یک شخص پیدا میشود به خاطر منصب نمیدونم رتبه بلندترش شما را بازداشت میکنند. ای برادران، این را باید شما درک کنید. از تقدیر این مردمی که امروز بازداشت شدن باید درس بگیرین. هر یکی شما، چی شما معلم باشی، چی نمیدونم داملا باشی، دکتر باشی، هر کسی هستی، این سرنوشت شما هست در آخر. اگر حقیقت رو میخواهی بیان کنی، با این سرنوشت دچار میشوی. پس بهترش این نیست که در ظلم رحمانوف شریک نشوید، خودتون با این به هیچی، به این حکومت و به این ظلم و ظالمین نفروشید و واقعا هم بیستید، از موقع خودتون از ابتدا حمایت کنید، بروید و با سری بلند فردا هر کسی که اگر بازداشت هم شدید، مردم بدونن که شما حداقل با سری بلند رفتید، با سری بلند کار کردید، زندگی کردید و بازداشت نشدید، یا بازداشت هم شدید اگر مردم با یک افتخار از شما یاد کنند، از شما حمایت کنند و این واقعیت است. ولی اون چی که شما گفتید در این شب و روز، من فکر میکنم رحمانوف میخواهد این صلح را یک بار دیگر نشان بدهد که دیگر وجود ندارد در واقع. زیرا هر کسی که شما اگر یک بار نگاه کنید، هر کسی که به همین حادثه های سال 92 ربط داشت، یا رحمانوف اون را زندان کرد یا از بین برد، به طرز اون را کشت. تمام این مرحله رو ببینید به همین شکل آورده است و رحمانوف میخواهد که تاجیکستان فقط برای او خانوادهش باشد و این هست که امروز دست به چنین جنایت ها میزند و حالا هم همون جنایتکاریش ادامه میده. سلامت باشید. اگه شنیدیم صحبت برادر به وجود نشنیدید، من یک سوال دارم. حالا وضعیت چقدر است؟ مردمی در وادی، مردمی از گرام در این وادی نگران هستند. اون حالا کیها بازداشت هستند و این هیئتی که از ناحیه ونج و از ولایت و از ریسپوبلیکا از مرکز آمدن، اینها در کجا هستند و اینها چی برنامه دارن در آینده و مردم و پیام شما با مردمی از گرام چی؟ خب اینا حاضر در حال گفت و شنید با مردم هستند، همون هیئتی رفتگی. اونها میخواهند گفتن که همون لیلیف یک جوان است، اونا میخواهند که او را بگیرن برن در قطار عبدالله بیگ زندانیش کنند، ولی مردم قیام کرده بودند. برای این هیئت از هم مرکز گفتم که هم از ولایت و هم از ناحیه که وادی از گلام یعنی تابع ناحیه ونج است، هیئت اونجا رفت است و با مردم صحبت کردن و من فکر میکنم که شاید اگر شما چی صحبت کردن؟ چی صحبت کردن؟ این هیئت چی صحبت کرد؟ صحبت کردن، مردم به آرامی دعوت کردن. آخه مردم جان بیزار کردن، تو که به آرامی دعوت میکنن؟ خب این گناه مردم با مردم مناسبت نکنن، مردم قیام نکنن، زیتون نخیزن، گپ نزنن و چی با آمدن یک گروه مردم تسلیت میدگه آرام باشه، آرام باشد. رنگی گفتم که همون گپ زدگی
بله ما هر کاری که بکنیم حق داریم، ولی شما ساکت باشید، شما خب کنید. او یک کریلوف، یک ضرب المثل نویسی روس بست پیسیس. کریلوف یک چی دارد، یک ضرب المثل دارد درباره همون گرگ و گوسفند برچه. همون جدا میگد که یک گپ میگد او سیل نوف سگده به سیل نوی نوت، یعنی در پیش آدمی قدرتمند یک آدمی به قدرت عیبدار است. و امروز رحمان اثبات میخواد بکند که اون قدرتمند است و این باقی مردم هیچ. یعنی باید که حرفی او باشد. ولی من نمیگم از مردم توصیه بکنیم که مردم قیام بکنن بخیزن علیه این ظالم، ولی روز میرسد که مردم خودشان قیام میکنن و اون روز هم نزدیک است و امیدوارم که همین بگم پایه تخت رحمانوف در حالت لکیدن است. مردم شریف تاجیکستان، نه اینکه من یزگلان بگم یا ناحیه ونج بگم یا ولایت مختار کردستان و بدخشان بگم، و مردم ملت شریف، مردم عزیز تاجیکستان مراجعت میکنم. رحمانوف کمتر همه جای اجازه بده، من شاید 2-3 دقیقه صحبت بکنم، زیاد نه. وقتی که صلح شد سال 1997 امضای سازشنامه و استقرار صلح و رضایت ملی به تصویب رسید. بعدی صلح شدن تاجیکستان، برگشتن مردم، قتل و غارت از سال 1990 تا 97 بیشتر شده. تمام جوان مردان جسور ملت تاجیک رحمانوف نابود کرد، یا زندانیش کرد یا کشتش. این فرانت خلقی، حالا بگم اکو اپوزیسیون یا طرف مونیم، فرانت خلقی را ببینیم برادر عزیز. یعقوب سلیم براش جان فدایی کرد، برد 15 سال زندانش کرد، چشماش ضعیف شد، از زندان برآمد. غفار سیدو گارد پرزیدنت بود، برای که غفار سیدو آبرو در کشور پیدا کرد، غفار سیدو برد یک عمر زندانش کرد. سوراب قاسم، سوراب کماندیر، پلاژنس شهر بود به گفته جوان ها. همون بچه یک گپ گفت، من گفت که یا ژیله اشتو استرلار پروت سویخ. من افسوس میخوام که طرفی برادران خودم تیر خالی کردم. همون را یک هفته بعد جنازه خوندن. دیگر اونا خدا گردیف حال هم فراری است. اونا خوجا کماندیر زندانی است. انا کو طرف اپوزیسیون بین که اینها باید دیگر صلح کردن همین قماندان ها، ولی رحمانوف به صلح اینها آب ریخت. رحمانوف چیکار کرد؟ محمد روزی پشتی رحمانوف گرفت، 23 سال زندان. زید سعیدوف میخواست که یک حزب تاجیکستان نوین تشکیل بکنه، 29 سال زندانش کرد. خب میرزا جگه که صلح کرد، ای همه گذشت، قدرت بیشتر در دست همون اپوزیسیون بود. آمد میرزا جگه رو چیکار کرد؟ کشت. ببینید همین جوانهای تاجیک، جوانهای تاجیک اصیل، همش تاجیک بودن. اینا جنگ یاد گرفتن. اگر رحمانوف عقل می داشت، فراست می داشت، تمیز می داشت، تاجیک می بود، اینا را یک جا جمع میکرد، میگو که دادرای من، هموطنای من، همشهری من، شما جنگ یاد گرفتین، بیاین امروز کشور آباد کنیم و حمایت از وطن کنیم. ولی فهمید که اینا پگه پشتیبانی همین کشور میشن، از بین برشون. برای چی؟ برای که رحمانوف تاجیک نیست، خلق است. برای می نمیخواهد که ملت تاجیک، جوانمرد جسور تاجیک به پای خودش وایسته. برای می استوسه همش از بین برد. ولی امیدوارم جوانمردها را از بین رفتگی نیستن، جوانمردهای پیدا میشوند. امروز ما در بیرون از وطن هستیم، ولی امروز جوانمردهای پیدا میشوند که رحمانوف با همراهی خانوادهش که
میخواهند حکومت یعنی همین پنجهشون در دهنشون بخلونن کو انشالله که اونها سرنگشتشون میکنن بعد به قدر ما شما خواهند رسید. من این را گفتنی هستم که رحمانوف هیچ وقت صلح نکرد. رحمانوف ظلم کرد بالای این ملت. واقعا ما هم در آستانه همون سازشنامه صلح که خود رحمان اون نقض کرد شکست در آستانه امین هستیم، ولی متاسفانه چند روز پیش یک هفته پیش مولای عبدالله همراه برادرش از دوشنبه بازداشت کردن، مولای نوزالی را بازداشت کردن مردم بدخشان در همون طرف دوشنبه و اینها، و بعدا رفتن به سراغ مردمی در وادی ازگلان چند نفر بازداشت کردن. و حالا ببینید که برادران عزیز ما در آستانه رحمان امروز در سایتش آمد که مردم برای صلح و آرامی تبریک میکند و میگوید که ما آرامی و پیشرفتی اینها میخواهیم، و از یک طرف این مردم بیچاره را گریان کرده است. اونهایی که حالا در بازداشت قرار دارن، فرزندای اونها، اهل و عائله اونها در چه حالتن خدا میداند، و مردمی یزدگلام هم حالا نمیدونیم چی گرد میشود، اونها چی کار میکنن و نسبت اونهایی که خیستن اونها را چی کار میکنن هیچ کس نمیداند. واقعا هم این همین رحمان غیر زدن، کشتن، زندانی کردن، از بین بردن دیگر هیچ چیز نمیدونن. ببینید برادر بابا جان همون شرم نمیدارد وقتی که درباره همین آرامیش و اینها صحبت میکند، همین خود رحمان وقتی میگوید، ولی میداند، خودش میداند که چیکار کرده است. مولای نوزالی را زندانی کردن، ایش زندانی کردن، اون مولا را زندانی کردن. یعنی خیلی که استاد کبیری میگوید در وقتی در از صلح صحبت کردن ولی در روزای صلح مثلا بازداشت کردن، باز خون تلبیدن، اینها خودش معنای همین واقعا رحمان صلح نخواسته است و صلح هم نکرد. فقط حالا اکشون چند اون هفته پیش هم گفت که رحمان در زیر بود و استاد نوری را زوره میکرد. واقعا این خیلی شخصیت است، روز زورش آمد همین خیلی میکند، ولی وقتی که از همون مشکل بر آمد بعد یعنی باز هر کاری میکند همین مخالفین چقدر و همون آدمایی که دست دادن چقدر به احترامی و تحقیر کرد. از جمله خود استاد نوری را خدا رحمت کند که وقتی گذشت در هندوستان بود حتی کوشش نکرد که برگردد. حالا یک برادر هست که اون گوش میکنیم بعد باز میریم به قضیه. برادر عزیز سلام علیکم. اگر موضوع در همین باره همین بازداشت اخیر باشد بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استادان عزیز مهربان، الله حفظ حمایت تو کنه که باور که انشاءالله از صدق دل غمخوار شماییم که خداوند نگهبان تو باشه که در این راه اینقدر شما کوشش میکنین. خب گوییم که مردم به راه بیداری میبرین. الله حفظ و حمایت تو کنه، برکتتون تیان استادای مهربان. بعد من همین میخوام یک چیز فهمم در همین باره، من میخوام بفهمم مایلیشه موضوع. اول یک چیز میخوام بفهمم استادای مهربان که بیناموس خلق است یا که بیناموس امام علی است؟ من فکر نمیکنم که امام علی بیناموس است. بیناموس کردن میگیره. من فکر میکنم که خلق خودمون بیناموس است. برای چی؟ اگر سختم رسد کسی دشنام میکنه چیزی میکنه، من دیگر طاقت ندارم میگم گپم. تجاوز کرد خپای، زناشون کشتن خپای، زناشون تجاوز کرده ایسان، دختراشون فروخته ایسان خپن، عالماشون کشتن خپن، ملاهاشون تمام عالمای ملاهای خودمون کشته ایسان، زندان کرده ایسان خپن. تمام عالمای فیزیک، خیمیک، چقدر ژورنالیست ها، چقدر ادوکات های بهترین در حقیقتا علم داشتن گرفتن کشتن ترمه کردن خپن. من در یک حیران در یک چیزم. حاضی اگر گوید که در یگان خانواده ظلم همین امام علی رسیدگی نیست، پس میگم که خیر شما نمیفهمیدم دسته عذر.
لکن در همه خاندان همین جمهوری تاجیکستانی که کدام زندگی میکنه در همین جمهوری تاجیکستان، در همه خانگی گذشتگی همین ظلمی همین، حتی در اولادای همون خودش، اولادای دوردستش. من حیران میشم که تا چی درجه را این خلق ناموسش گم کرده باشه. اساس من میخوام بفهمم که همین خلق ملت تاجیک ناموس دارد یا که نه. سلامت باشید برادر. زنده باشید برادر عزیز. تشکر زیاد برای لطف دارید، مهربانی دارید دوستی عزیزم که برای مخالفین دعای خیر میکنید و سلامت باشین. حالا از سوالتان از برادر بابا جان میفهمیم، اگر که شنیم هم فکر روشن بگم خوب میشه. بفرمایید برادر. راستی برادر عزیز، شما مسئله را یک طرز میمونید که خیلی واقعا جای فکر دارد، ولی واقعیت این است برادر. خیلی شما میگین درست است، هیچ خانواده ای نیست که از رحمانوف ظلم ندیده باشد، ولی یک واقعیت است که همین مردمی ما، همین مردمی که از رحمانوف ظلم میبیند، انا همین ظلم درک نمیکنند. انا همین ظلم عین ثواب بگیم که خوبی و همین خوبی رحمانوف میبیند. متاسفانه مشکل در این است. برای مثال من برای شما مثال میارم برادر عزیز. ما و شما میدونیم که امروز هر یک تاجیکی که مهاجر میشود از بی ارزگی و بی صلاحیتی و از بگیم که از احمقی و ابلهی انا همین حکومت رحمانوف مخامداراش است. ولی یک نفر مهاجر است تمام خانواده‌اش در روسیه، ولی باز هم میگه شکر آرامی، میگه که ما همین قدر که آرامی داریم، همین فکر میکند که اگر رحمانوف نباشد آرامی وجود ندارد. در حالی که رحمانوف چیکار کرده است؟ رحمانوف آمده است بر خانواده خودش تمام ثروت ملت را گرفته است، در اختیار اولاد خودش گذاشته است. در یک مدتی که صلح و آرامی به تاجیکستان آمده است، این نتیجه زحمت تمام مردم بود. همه مردم، هم مخالفین، هم بگیم کماندیرایی که از طرف حکومت بودن، همه اینها زحمت کشیدن و این صلح رو به وجود آوردن و این آرامی رو همه به وجود آورد. ولی امروز یک مردم ما اونچنان کوتاه بینند، اونچنان ساده اند که فکر میکنن که این آرامی، این پیشرفت، این رشد که نسبیه که در تاجیکستان به وجود آمده است، این همش از طرف رحمانوف است. گویا رحمانوف خودش تنها همه چی را ساخته است، جمهوری را همه را آرام کرده است و همه، اگر مردم نمیخواست، اگر مخالفین یراقی خودشون را نمیسپاریدن، اگر گذشت نمیکردن، آیا میتونست رحمانوف با چنین خودکامگی دست بزنند؟ ولی مخالفین به او باور کردند و همه چیز را به او سپاریدن. ولی چیکار کرد او؟ به حد آمد رساند کاری که امروز ما میبینیم. ولی مردم باشد چیکار میکند؟ مردم درک نمیکند. مردم میگه که ما امروز هر چی داریم از رحمانوف است و اگر رحمانوف نباشد گویا جنگ میشود. رفتن رحمانوف برابر با جنگ است. این رو باید ما به مردم بفهمونیم برادری عزیز. و من مطمئنم که مردم ما بی ناموس نیست. مردم ما ناموس دارد و اگر این مسئله رو درست درک کند، روز میشود که انا همین مردم برمیخیزد و این رحمانوف هم از سر قدرت بیرون میکند و هر کسی هم که در مقابل این مردم بیستد در اون وقت میتوند این مردم اون را سرنگون کند. و فقط ما باید مردم را بفهمونیم، مردم باید درک کند که امروز اون چی که در تاجیکستان ما داریم اون مال رحمانوف نیست. آرامی وطنی ما، آرامی کشوری ما، آرامی این از دست رحمانوف نیست. امروز میتونه رحمانوف برود کنار و هر کسی در حکومت بیاید بهتر از رحمانوف حکومت کند و مردم را به جای کار به زندگی خوب تامین کند. ولی چرا ما اینا نمیتونیم به مردم فهموندن؟ چون که مردم ما از همون ترسی دوران جنگ و همون مشکلات دوران جنگی در ذهن مردم ما مانده است و این وظیفه ما و شما است برادری عزیز و وظیفه دیگران است که چیکار کنند بتونند انا همین مردم را در بیشتر آگاه کنند و واقعیت ها را به مردم بفهمونند. وقتی اگر مردم به این نتیجه رسید و این رو درک کرد، مطمئن باشید که جسارت ناموس هم در مردم ما وجود دارد و اون بیشتر خواهد شد روز به روز اگر ما درست به مردم بتونیم فهموندن. بخشش استاد مهربان بفرمایید. عذر
من فکر میکنم که اساس خطاگی بزرگ در همین کلانترهای ما یعنی پدر و مادرای ما هستند که جوانای ما جسارت دارند میخیزن اما باز هم پدر و مادر میگه که ای بچم صبر که ای بچم طاقت که ای در کار نیست همین جنگ ای در کار نیست همین تنجیم که اخی همین خدمه حاضی 100% که جسارتی فرزندایی که حاضی قوی اراده من یک چیز فکر میکنم تا 30 ساله آدم من خودم 30 ساله هم جنگ دیدگی نیست حس جنگ هم نداره من نمیدونم جنگ چیه 92 و 93 شما چیه من نمیدونم ندیدم 30 سال دارم لکن هم پدر و مادرامو خچو خب میدارونن بچه را فرزنده را جسارتشون میکشن خواهش میکنم ای همین پدر و مادر را که نکش جسارتونه شما همه مخالفا برآمد میکنه این خطونه در این راه صرف کرده سی عمر خطونه که بخزارنه همین فرزنده را جسارتشون بخزارنه ناموسشون بدار کنه الحمدلله که جوان مردای ما جسارتشو بیدار شده بگیم بیدار شده ایستن اما باز هم تلفن که وقت میکشن این پروگرام که بیرون میشن پدر و مادراشو خواندن اثر میکنن بچه هم کار رفته فکری کار تکه یا که همون تاجیکستان هم باشه ای نر چی در کار دخالت نکه خطه من میخوام که یکون بگیم پیغام به همین پدر و مادر برسونه چی رسوندنیه به همین پدر و مادر نسبت همین گپ جزاک الله خیرا سلامت باشید برادر عزیز منم موافق هستم که اینجا یعنی عیب مسئله یک ملت تنها نیست یا رحمان چند عامل هست که ما در همین وضعیت هستیم مثلا ببینیم برادر حالا عرب ها در 2010 اینا اومدن گفتن که ما انقلاب کنیم ولی واقعا همین انقلاب یا همین خیزش مردم در تاجیکستان از سال 90 شروع شد درست سال 90 مردم تاجیک و امروز هم اگر نگاه کنید در برابر رحمان مثلا مردم ازبکستان رو ببینید که 20 میلیون هستن از ما خیلی بیشتر هستن ولی مخالفینش ببینید که در کجا هستن و چی حال دارن ما تاجیک ها برزن همین که به نهایت رحمان نسبتی مثال دیگر دیکتاتورها شدیدتر هست ظالمتر هست ولی امروز مردم میخیزد میگوید مخالفین تاجیک برای همین است که چند بار در چندین ملاقات ها ژورنالیست ها و مثلا سیاستمدارای اروپایی حتی سیاستمدارای همون منطقه آسیا مرکزی روسیه و اینها میگوید که اپوزیسیون تاجیک در همه جا بهتر است یعنی اپوزیسیون تاجیک معنیش این است که همین ملت تاجیک درست است که ضعف و کمبودی یگان ملت به ضعف و کمبودی نیست ولی برزن همین ما در سطح آسیا مرکزی در سطح سوویت شوروی الحمدلله مردم البو بهتر خوبتر مثلا با فهمتر یعنی حقوق خود را میدونستر هستیم مثلا یک مثال میگم مثلا همین ازبک ها یعنی مخالفین ازبک با اروپا پیشتر از ما اومدن ولی مثل مخالفین تاجیک یعنی منظم و نهادینه عمل نکردن الحمدلله امروز ببینید که وضعیت خیلی فرق میکنه برای همین من به این نظر هستم که مثلا ما مشکل ما این است که در یک کشوری میده هستیم در اون طرف خیتای هست چین هست در اون طرف روسیه هست و ما یک ملت میده خردتر نسبتا خردتر خیلی مشکل است که یعنی هر کاری بکنیم مثلا اینجا مثلا در بر رحمان مثلا چین هست مثلا روسیه هست دیگر هست و باید مثلا شاید اون چه کلان در حال حاضر بخوانم که مثلا رحمان باقی ماند یا آرامش بیاد برای همین من فکر میکنم که خدا را شکر با بعضی همه مشکلی ها باز ملت تاجیک منظمتر خوبتر عمل کرد در برابر همین رحمانوف در برابر همین ببین رحمانوف را یک بار سری زانو آوردن رحمان به زانو نشست ولی باز فریب کرد این طرف صمیمیت نشان داد اون طرف با همون مکاری خود امروز وضعیت به همین حد بود حالا از برادر مهاجر یگان نظری داشته باشید بفرمایید یک برادر با از وروخ است بعد اون برادر وروخ سلام علیکم اکا و علیکم السلام امی اکای امی خیلی خیلی دموشکا میزنه اکای امی نه ناموس ملت رازده میرسند امی را اول نه ناموس خودتون فکر کنن بعد ببره گردنان
همین چرا دم قفا ملت بناموس های تو ملت چیکار داری یک بودم تو قفا همه ملت همه قفی جمع هم ناموس داری اشتاقی عزت داره یک قفا راست مردک شدن نکره که هم خودموش گفتنیم من برادر بخشش من مردم الحمدلله من در تاجیکستان درازکم ای پشتی انمی کارم ای پشتی انمی ای پشتی ملت خستانم رنگ همه برادرای مخالفات من چهره من نشان نمیتم به همین خاطر به خاطری که مرا میشناسن فشار آوردن به خانه وعده خدمت همه اویلم در همون جنگ گرفتم ای همون تاجیکستان من گوش که برادر درشت گپ میزنم به خاطری که بیدار شین اول عذر میپرسم اگر گپم سخت رسیده باشه من پروستا در این دردها بودم من در این عذابها بودم برای همون قدر سخت میرسه وای بر حال او برادرای ما که در زندانند شما آیا خبر داره که آنها چی لعنت میفرستند به شما را با شما همین مردکایی که خطون مردک میگیرن در آزادی این شما میدونید که چه خیلی اونها لعنت میفرستند به شما را شخصا یک حافظ قرآنی که طول 6 سال در سعودستان عربی خواندگی بود شخصا همون لعنت میفرستاد به جوان مردایی که نمیخیزند در نمیکنن ناموس خودشون اینجا در کار نیست داد زدن جسارت نشان دادن خستن در کار میگوی بخیز که اگر نه اینا بیا برا بخشش خدا نگهبان تو باشه استادای مهربان برای دقت تو رحمت کلان الله حفظ حمایت کنه همین خنرتا نظر ما سین سالمان ارسین سال همه مایده مو نمیشه که همین 30 ساله بخزه جوان پیشش بخزه یا که جوان بخزه بس 30 ساله بخزه قدمش فرق میکنه ولی برادرای عزیز الحمدلله از 2018 تا 2021 خیلی مردم خستگی است حالا مردم جسارت نمیکردن زنگ بزنن حالا صحبت میکنن این الحمدلله خوب است برای همین هم ولی بعضیا ببین برادر عزیز برادر مهاجر بعضیا درد دارن دیگر همون درد چه میخواهد به شکل بگوید اونم باید درک کرد ما هم برای همینجا هستیم که مردم درد دلش بگن اون واقعا ضربه خوردگی است ضربه دیدگی است از این نظام از این رژیم برای همین است ولی واقعا ملت تاجیک الحمدلله با ناموس است یک بار رحمان رو با زانون شناند ان شاء الله باز همه حکومت اویلگی رژیم اویلگی که ساختگی است اون هم ان شاء الله که سقوط خواهد داد حالا از برادر یک دقیقه خواهش میکنم از برادر واروخ صحبت بشنویم بعد برای که خیلی موضوع هست که صحبت کنیم فرمایید برادر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام ما اول یک خواهش دارم ای همه مردم تاجیکستان برای کمترک نفهمی است بین یک 3-4 تا بیعقل ای کلو ای چیز ای پامیر یک چهارشنبه ای پنجشنبه ای هفتشنبه ای استرشمون نامشم خودشم بسیار فیدنای بسیار شده سیده اما میخوام بگم برادر عزیز خواهش میکنم در همین برنامه نسبت یک قوم نسبت یک شهر نه انا خیر گوش کنی از که ما مردم پامیر برادرای ما دوستان ما هموطنان ما قطعی برادران پامیر بسیار اشتگی میشینیم در یوتیوب تماشا میکنم خیلی اقورت شپک بسیار الک اوجه جدا شده استیان را میگم که برادرها گوش نکنین یک از دو کسا جنگ بسیار شده است اقورت شپک بسیار شده است در و یک پرووکاسیای برای همی چهارشنبه را ما هم یک بار حساب میکنیم همین برنامه بتوزه نکنجان یا برنامه که همین ملت پرستی را ایبان ببرین دیگه یکون راه ندارم ملت پرستی را ایبان ببرین مردم خیلی می بخشی از به دو در روز بیست ما بخشیش اگر ای موضوع بدرگم گفت زدم موضوع در اومدم میده خیلی برای هم گفت زدم ما در تاجیکستان ملت من دیگه نیست همه من یکیم ما همه من برادریم ما یک خونیم ما امروز اگر که ما پامیری و ما کلوبی دیگه بگه ما چه جایی میشویم
ایجا این مثال کانال شما در که محمد اقبال و دیگرش در سرجامی رفته است، در گروه 24 سرجامی رفته است و یا در اوجا ملت پرستی دارن، ریلیگیا بازی دارن، خود چی فرق داره؟ و کدام مذهب نیست. در وطن ما برادرای ما یه خواهش میکنم که هر گپ پست بلند زیادی را نگن. این روز اگر ما پگاه خیلی کنیم، پگی دیگرش لوبای جو نو مثالی که بگیریم قرقیزستان هم را میگیره، اوز شام میگیره، چون که بین خمون یک گرفهمی نیست. بله برادر عزیز، درباره موضوع ما دیگه چیز است، ولی در همین موضوع باز رهبر پیمان، بله یک دقیقه برادر عزیز، رهبر پیمان هم صحبت کرد و گفت که خواهش کرد که مردم به همین پروکاسیون داده نشوند و کوشش کنند که در همین بورا از احتیاط کار بگیرن و یک چند بار این طرف این همش به فایده حکومت انجام می شود. وقتی که ما با یکدیگر ضد میشیم، رژیم رحمان راحت میکند که باز آسان است زدن همه، ولی وقتی که ما یکدیگر احترام می‌کنیم، یکدیگر قدردانی میکنیم، وضعیت دیگه میشه. حالا از یک برادر، یک نفر چوپلوس، نمیدونم نام خودش است، چرا مونده است، بفرمایید برادر. سلام علیکم. علیکم السلام. چرا نکس روزید من نو دراما هم نام موضوعتون چی بود؟ میگفتین یک فکر مونم میگفتین. زنده باشی برادر عزیز. موضوع ما درباره همین بازداشت‌های اخیر نسبت مردمی یزدگلان صورت گرفته شده است. مولوی عبدالله‌بک زندانی کردن، بعد اون مولوی نغزی‌بک بازداشت کردن و هم نغزی‌بک بازداشت کردن و بعد با چند نفر دیگر در وادی همین یزدگلان بازداشت کردن. در همون باره صحبت داریم. روز دیگه پاکا من با فهمیدگی خودم گپ میزنم. این مردم مناکد تو همی یک دیگر فهمی نکنن، مقصد ملتچگی بین نروه، همی خیلی دوام کردن میگیره. نوزی یادش میگه ملت ها به ناموس نگین، یادش میگه که با ناموس نگین. یکی اکو به طرفی را بگوییم ما روز همی مثال مسکو آدم میبینه مردم بسیار نظر ما که به طرف ایولیم. یکی گفت شما که خیلی نوید سوشیده کم کم زنگ بزنیم ولی ممکن خیلی سوز شد و جدت کنیم ولی ها یکم گپی پست بلند نگیم دیگه. اما خیلی یکه وقتی گریشیم نفهمیدم. با فکری با گفتی شما میگم که یاد سوشید میگوی به سال پیش هیچ کم مقصد زنگ میزنن، یاد سال پس دیگه آدم زنده را با خوبتر میشه و میگوی ها انشالله. انشالله باور داریم که ملت روز به روز بیدار شده است و ملت تاجیک انشالله امیدواریم که این حکومت، این رژیم از خود خواهد داد. همین است، ما با همین باور داریم. برای همین است میگیم که یعنی واقعیت همین است که از 2018 2019 حال و وضعیت خیلی فرق کرده است. مشاهده میکنیم الله مهربان شما را قوت تنابا زیاد کنه که هم خیلی برنامه‌تون زیاد کنین. در پناه خدا باشین. بخیر کم و با شما زنده باشی برادر، زنده باشی. قبول کنه بفرمایید. قبول کنه. سلام علیکم. علیکم السلام. ما کمی باشه ما موضوع بیرونم هم نشد. همی چهارشنبه گفتنی بودم، پنجشنبه شششنبه میبخشه موضوع بیرونه. لیکن همینو هم خیلی میکنن از طرف رحمانوف آدمو را توری کردن، فیک و چیو خیلی حقارت کردن، پومیدو را چیزی گفتن کامنتر را بعد یو همه توجیکو را حقارت کردن. خلاصا این پومیدو خشن آبشه گرین میگیرن سودان دا آبشه تا خشن همو جدو میکنن. خیلی هم خیلی بود حاجی ما خلق پومید در گفتنیم که شما خودتون های خیلی همو جدو نگیره. همی دولت همی آدموی رحمانوف پروکاسیا میکنه، یک تا نوایت جنگ میداده با میره همه شما را میکشه پومیده، همه تونو میکشه. فهمیدی؟ برای همو پومیده خودتون های خیلی گرین نگیره و یک جویش قطیمو
یک سال کشتن چی شده ادیس چی اومد ما خیم میکنیم و مسکو دا او خیمی چوکان هم میتونه وقت نمیکشن پرتوان نه جدو شدن میتونه اگون کودکان هم میتونه وای من ندوزه مردم خود جویش یا عبدالرحمن برماده گپ حق زاده عبدالرحمن نونو تمام یاتش درآمده در همون تیمایی که 3 نفر اخورات کلاگه تمام ملت توجیک در ناموس ما دست زدگی یگون در همین تیم یگون گپ نمیزنن با عبدالرحمن سوال میتونن که تو مورا مشرک گفتی تو مورا ای خیلی گفتی مورا او خیلی گفتی در تیم اساسی گپ نمیزنن فهمیدی اگر گناهگور هم باشن خشن گناهگور حس نمیکنن حق کار نمیکنن فلان چندین طور شما دیدیم ما خلق پومی در گفتنیم که یا جویا باشه و توجیکو قطعی اجویا باشه کمدی جوشی هستی اجویا باشه که با هم فریب تو میکنن این سوسو تو میکنن میره هم وقت نمیکشن دفعه سلامت باشه برادر عزیز. واقعا مردم پامیر مردم بدخشان با همراه مخالفین بود از سال 92 اینها در این مبارزه شریک هستند و حال هم هستند و این حکومت میخواهد که مثلا همین مردم این طرف با مردم بدخشان خوب نباشد با مردم این طرف با مردم سود خوب نباشد و برای همون پیشتر یک برنامه داشتیم که میگوید که فرق تسود شما تفریقه بیاندازید و حکومت رهبری کنید همین خیلی است ولی امروز ببینید مردم بدخشان مثلا معاون رهبری پیمان ملی از بدخشان است برادر علیم که برای ما هم برادر است هم یک دوست است اکا است در اون ببین برای همین حکومت حاضر همین را میفورش بسیار میخواهد که همین بین مردم یک جوگی نباشد یک دیگر فهمی نباشد برای همین ما باید کوشش بکنیم که وقتی که یک همیتری حالت ها اومد هم طرف مردم به آرامش دعوت کنیم که با این که مثلا به یک دیگر هم میگوید برعکس هر چی شما هم همه مردم بدخشان هم در یعنی قربان همین ظلم رژیم رحمان است هم مردم کلاب خودش هم مردم قراتگین هم مردم حصار و مردم سوق همه ملت در از همین ظلم رحمان بیزار شده گیاد ولی رحمان این رژیم ببخشید گفتم نبردم من چی گفتم که همین خلق پامیر همین خطاگی همین آدم‌هایی که کردن همین دشنام کردن تمام ملت توجیک دشنام کردن خطاگی همینا را قبول کردنی نیستن و یا همین مقابل همینا اگون گپ زدنی نیستن و یا نمیگن که همینا خطاگی کردن همین برادر بیا حالا موضوع ما دیگر چیز است در این موضوع زیاد نریم حالا موضوع دیگر را ببینیم برادر بابا جان چیزی گفتنی ولی راستی برادر یک واقعیت هست این به یک مشکل تبدیل شده است ولی ما دو طرف به همین برای این خیلی کار کردگی از حکومت که همین تفریقه را پرتافت است به همین شکل حالا برادرها شما فکر کنید که عین همون که شما میگه چند تا فیک در چیز پامیریا را حقارت کرد از کجا معلوم همون فیکا نیستن که همین با حقارت را توجیکا را کرده استودان همین ها هم تشکیل شده از طرف حکومت یک طرز اونا هم تشکیل میکنن و باز هم همینه برای ما یک دردسر ایجاد کرده استن تفریقه انداخته استودن من مطمئنم باور کنید هم مردم بدخشان هم مردم کلاب هم مردم خوجند و قراتگین دیگر از ظلم همین حکومت به داد آمدگی هستند حالا در بین همه مردم بعضی شخصایی هستند که یک بگیم که یک بی عقلیایی میکنن یک بی عقل ها در بین همه مردم هست یک مشکلات در بین همه یک کس میبراید بدخشانی را حقارت میکند یک کس میبراید کلابی را حقارت میکند یک کس میبراید این همه را حقارت میکند ما نباید به این حدود شیم ما مطمئن باشید همین مردم بدخشان یک مردمی با فرهنگ مردمی برادرای ما و شما هستن مردمی خوبی هستن که من با بسیاری از اونها دوستی دارم همین اکای شوناییمه که بازید با ما صحبت میکرد آدمی بدخشانی همین اکای علیم چخیله که گفتن بسیار است و دیگر دوستانی که ما داریم از بدخشان هستن و در این قضیه ها با ما هستن اینا اصلا قبول ندارن این مشکل این چیزایی که اونا میگن ولی حالا نمیخواهیم انا همین قضیه ها دامن زده شود نباید به این آسیا به این رحمانوف آب ریخت که تستر بچرخد ما باید این خاموش کنیم ما باید این در جاش خاموش کنیم و دنبال این نگردیم اون کی است چه یک آدمی بی عقل
یک آدمی به عقلی بدخشان نمیتونه نماینده بدخشان باشد. نباید ما اینا خیلی نگاه کنیم. ما بیایم با نگاه کنیم که اکا علیم چی میگه در این باره. مثلا وقتی سخنای اکا علیم در این باره میبینی، خب این یک چیز دیگر است. واقعا یا موقع دارد، جایگاه دارد در بین مردم بدخشان. از اون وقتی میشنوی هست یا حرفه این تاثیر دارد، این جایگاه دارد یا چی هست. حالا یک کودک از یک جا برآمد یک حقارت کرد، ما برای اون بخیزیم همه را علاوه بزنیم، این مثل همون میماند که برای یک کیک پوستین علاوه بزنیم. ده برای همین برادرای عزیز خواهش میکنم همین موضوع را ما خاموش کنیم و نفمون است و مطمئن باشید برادرای بدخشانی ما هستند که در این مسئله خیلی خوب میفهمند و مسئله را خوب درک میکنند و اونهایی هم که اگر این به عقلی را کردن از طرف خودی برادرای بدخشانی ما فهمانده میشوند و اونها گوش زد میشود، با اونها صحبت میکنند و ما با این خودمون مشغول نکنیم بهتر است. سلامت باشین. یک نفر هست به نام محسون عبدالستار، نمیدونم این که ایشان باشد ایشان بابا باشد. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مغفرتی. و علیکم السلام و رحمت الله. فرما برادر. برادرها سازن تینجن سلامتی خوبه. سلامت باشه برادر عزیز. فرما زنده باشه. برادر ما همی استعفای رحمان فهمه خون کلغه و سابقو 30 سالی دروز 30 سال نوخلی مردم فقط غلام کدگه. ای مردم بدارسین با خدای خیلی نمیشوه. نوخلی از سال پس نوخلی میفرستون هم خطایی یادن نوخلی تاجیکستان پاک گذار بچه ها در خطایی میشوه دیگه گلکاش هم از خطایی میشوه بار که نکه بچه بخیزین. استعفا رحمان فی کلغاوس استعفا آزادی و حق عزت همون همه بخدا همه همی آدمای کدامش که هم کم ترک اسلام در سخته همه شا بردن هم مقصد محکمه کنه اگه اون قمشتن که هم جامعه کشانسون همه شا بخدا که باید که این هم یک خیست سباری ما این همی مقسمی عبدالستار میگن اگر خطا نکنم سال 2015 بود محکم شون که بودن حزب نهضت اسلام دا بودن ترما دان همو سال 2018 2019 بود در ترمای وعده دامو که پیسنی چی ترما دا همو جامعه کشان شون همه هم طرفی هم کاراچی حکومت چیده همش همه هم طرف حکومت. سلامت باشید ما خیش تباری محسون عبدالستاره نه؟ اوه برادر مقصد خیش سباره ده مقصد خدا رحمت کنن محسومه شهید واقعا جاش جنت الفردوس کند. هم عضوی ریاست عالی بود و یکی آدمای مشهور و مؤثر بود. خداوند ما خیلی با اون بودیم. این خیش تبار هم پیدا کرد. خیش محسوم عبدالستار باشه خیش تباری ما هم هستی اگنی. بهترین اکجام بهترین که با خدا تعریفاش هم میکرد هم گفتم یکم سویت که دبت خونه است خیلی شکر دام دهانه هم کلاب دام اصلا تعال شدگه انا اوجا بود با خد شامه یکم سویت که اومد انا یکم سویت که دام میگم دبورش نقل میکنن مثال ما اكو وقت هم نبودیم کنه کی مگه دامی یک روز میگن هم خالی 30 تا هم خالی اولای مقصد کم بیزوات که مثال کم ترا کم اقل مثال نیاز داره اگم چیزه نمور در روز 30 نفر هم خیلی میکرده مقصد گرید میکرده ده کی رحمانов در نخلی نمی 30 سالی که همونجا ایستادگی نه در سر قدرت پدن علت یگام آدم خیر کردگی نیست یگام آدم ده کی نه سلامت باشید خپم با مردم خپم بخزن با خدا بخزن زنده باشید برادر عزیز. یا بردگار همون فی کلغاوس کم غاوس هم ایمانوئل خیلی دیگه نمیدونم را چی بگم استعفا سلامت باشید. برادر زنده باشین. الله حفظتون کنه برادر علمتون زیاد کنه ایام خیمو دبر کنین برادر. سلامت باشین برادر عزیز. خداوند ایشان محسوم عبدالستار جاش جنت الفردوس بگردونه و در روی آزادی واقعا در روی آزادی شهادت چیدن. حالا برادر عزیز بابا جان در ماه رمضان بوده که با فکر بایوتون باشه
بله 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 کاملا خدا در یاد ما رحمتش هست. کنه. خدا رحمتش کنه. الله میفتون حالا کنه اکا جان، الله نگهبان تان همینجا دایم اکا جان. زنده باش. برادر بابا جان، حالا درباره عزت امان هم و خیلی مردم هم میپرسن که وضعیت درباره مسئله برادر عزت امان 2 ماه پیشکی باز 2 سال حبس پیشکی دادن، باز همون را تمدید کردن 2 ماه دیگر. و حالا یک چیزی عجیبی دیگر این است که بختاور اونی که با اون کار میکردن اونا در نوع پنجکنت پرونده جنایتی شدن و گفتن که شما مثلا صلح‌باکه های عزت امان رو چاپ کردین در مردم دادین که مردم تظاهرات کردن و گویا بر سبب همین کار 200 مهاجر رو یعنی دیپورت کردن. یعنی حکومت دلش برای 200 مهاجر خیلی میسوخت است که همین 200 مهاجر رو دیپورت کردن. برای همین شما مثلا گویا که اون تظاهرات چینی و برای همین 200 مهاجر مثلا دیپورت کردن و همینا به همین سبب دلیل جنایتی کشتن، اونم تروریستی. همین چی معنا دارد؟ یعنی این چی پیام دارد کاری همین حکومت نسبتی همین برادر بختاور که با امروی عزت امان کار میکنه؟ راستی محمود جان، شما قضیه را خوب درک میکنیم، ما و شما همه مردم درک میکند که امروز حکومت میخواهد عزت امان واقعا زندانی کنه و برای زندانی کردنش وقت گرفته است. میتواند حکمش برورد، ولی برای که یک بار حکمش برورد شاید مردم باز تظاهرات ها سر شود، چون اعتراضات زیاد شود. برای همین چیکار کرده است حکومت؟ وقت طول میتید، دراز میکند و بعد از چند وقتی که وضعیت آرامتر شد، قضیه آرام شد، ساکت شد، مردم فراموش کردن تا حدودی، مردم دیگر زحمت های عزت امان را فراموش میکنن و بعد میآیند عزت امان را زندانی میکنن و دیگر هیچی، همین خیلی میرود پشت پنجره و دیگر مردم مهاجر از یک حامی حقوق خودشون خلاص میشوند، ولی حکومت باشد به تشویش باز کارش دوام میتید و همون جنایت های خودش در عموم ادامه میتید. ولی واقعا همین است که دوباره وقتی که این قضیه را میبینیم که بالای بختاور هم همین قضیه شروع شده است، این در واقع به این خاطر است که حکومت نه تنها به خود عزت امان یا به شخصیت او، به همون پروژه عزت امان پرابلم دارد، همون باید از بین ببرد. با کلی هدف حکومت همین است که در یگان گروه مهاجر پشت پناهی نداشته باشند. بله، در یگان گروه تاجیک در یگان کشور دنیا، چی مهاجر باشد، چی مخالف باشد، چی نمیدونم هر چیزی که باشد، کارگر باشد در یک جا، نباید که یک جمعیت داشته باشند که از حقوق یکدیگرشون حمایت کنند. این کاری است که حکومت کرده ایستاده است و اون چیزی که حکومت میخواهد. حکومت در هر کجا یک شما اهمیت بدین، وقتی که ما و شما در ترکیه بودیم و یک جمعیت تشکیل کردیم، چقدر بالای جمعیت فشار آوردن و تمامی وسیله ها را استفاده بردن که اون جمعیت از بین ببرن. بعداً ما آمدیم دیگر تاجیکایی که در اونجا بودن، بالای اونها چقدر فشار آوردن، وقتی که یک جمعیت خورده داشتن از گروه تبلیغی ها بودن در ترکیه، اونها را هم کار کردن که پراکنده کردن. در مهاجرت تمامی دیاسپوراهایی که در روسیه با وجود آمدگی بود، شما میدونید تمامی دیاسپوراها را یا با هم جنگ انداختن یا در داخلشون اختلاف انداختن، اونها را پراکنده کردن و نگذاشتن که هیچ یک جمعیت قوی خوبه در یگان جا از تاجیکا شکل بگیرد. درباره دانشجویان مصر همه میدونند، ما و شما میدونیم که یک جمعیت قوی دانشجویان مصر بود و مخصوصا نماینده امنیت در اونجا دخالت کرده است و اونها را پراکنده کرده است و این فتنه را ایجاد کرده و اونها را هم متلاشی کرد، اونها را هم بین هم فتنه انداخت و دشمن کرد و یک چیزایی را به وجود آورد و بعدا میخواهند خودشون یک چیزی را به وجود بیارن، یا جمعیتی را که اون مطیع امنیت تاجیکستان باشد، اون تابع کمیته امنیت باشد. ولی این چیز شدنی نیست. مردم تا چیزی که از خودش نباشد اونا نمیخواهد. ولی شما ببینید تمامی ملت هایی که یک کم قوی هستند، یک کم آزادی دارند،
در کشورهای بیرون دیاسپوراهای قوی خودشون دارن و اون دیاسپوراها در عموم به ملت به همون مردم خودشون خدمت میکنن. در همه جا چنین هست. مثلا ترکا را اگر شما در همه اروپا نگاه کنید خیلی از چیزای قوی دارن، جمعیت‌های قوی دارن، با همدیگرشون را حمایت میکنن در تجارت، در کارها و در مثلا چی میگن حجت گذاری ها و همه چی با هم همکاری میکنن، حمایت میکنن. ولی تاجیک رو حکومت نمیخواهد که یک چنین جمعیتی قوی داشته باشد و هر جمعیتی اگر برای تاجیک وجود داشته باشد حکومت میخواهد که اون تابع امنیت تاجیکستان باشد، کمیته امنیت باشد. ولی چنین کار شدنی نیست و هر ملتی که در خارج اگر از خودش حمایت کرده تا نیست اون ملت قوی میشود، اون مردم قوی میشود. ولی هر ملت نتونست از خودش حمایت کردن مطمئن باشد که اون ملت رهرو و ساختمانچی و همین باقی میماند. و انا همین حکومت تاجیکستان بخصوص رحمانوف با آیلش میخواهد که ملت تاجیک از حد یک راهرو و ساختمانچی بالا نرود. در داخل کشور هم همین است. در داخل کشور هم وقتی که یک تاجر، یک بیزنسمن یک موقع پیدا میکند، جایگاه پیدا میکند، یک کم ثروت پیدا میکند، شما ببینید که به هر بهونه دروغ اونها را زندانی میکنند، مال و ملکشون کشیده میگیرن، همه چیزشون میگیرن. این واقعیت حکومت رحمانوف، چهره واقعی حکومت رحمانوف است. و کاری که در حق عزت امان کرد امروز در حق بختاور کرده ایستادن دقیقاً انا همین چیز است. مردم ما باید اینو درک کنن، باید احساس کنن که واقعا هم حکومت انا همین است و بیایند در دور هم جمع شوند. مردم باید بخصوص مهاجران باید دور هم جمع شوند و یک جمعیت قوی بدون دخالت حکومت، بدون تابعیت به کسی تشکیل بتین و انا همون راه عزت امان ادامه پیدا کند و بتونن همون راهی را که عزت امان تو اینجا آورد، حمایت از حقوق مهاجرین کرد، در دشوارترین لحظه ها از مردم حمایت کرد، در کرونا ویروس و از تمام مهاجرین حمایت کرد و اون در همه حالت با مهاجر اگر با ریکت روبرو میشد، با یک چیزا روبرو میشد، نزد عزت امان میرفت. اگر مشکلی جای کار میداشت نزد عزت امان میرفت، با پلیس مشکل میداشت نزد عزت امان میرفت و واقعا هم یک چیزی، یک سیستم کاری خوب را راه انداختگی بود که امروز حکومت تاجیکستان و رحمانوف میخواهد انا همین سیستم را از بین ببرد با انا همین پرونده باز کردن برای بختاور و برای دیگرها که کمترین همکاری را با عزت امان داشتن. فکر میکنم در کوتاه مدت باز ما شاهد فشارهای بیشتر بالای اون همکاران عزت امان هم خواهیم بود از طرف این حکومت تاجیک کش. واقعا هم متاسفانه واقعا مثلا در روسیه این دیاسپورای مردم گرجستان، گروزین و ارمنیان خیلی قوی هستند. آذربایجان و یکدیگر دفاع میکنن، حتی با حکومت همکاری دارن و خیلی قوی هستند. یگانه یعنی ملتی که به سرپرست و به همین دیاسپورای قوی ندارد همین تاجیکستان است. برادر عزت کرامت شریف بود، اونا بیچاره را دیدیم که با چه حال آوردن. بعد اون برادر این عزت امانه چیکار کردن و حالا همون چیزی که گفتید که همون پروژه‌ای که اون ساخته بود، مثلا در اونجا کی است، برادر شهرت است، برادر بختاور است، اونا را هم میخوان که کلا همین سیستم نباشد، باید هیچ کس در فکر مهاجر نباشد. مهاجر همیشه چخیلی گفته رهروک ساختمانچی و این حق و حقوق نداشته باشد، کسی پولاشو نبگیره، یگان تا جایی نداشته باشد که برود شکایت بکند. شهروندیاشون هم وقتی که بیکار میکنن کسی نباشد از اونها پشت بگیره، ملتی به سرپرست و به مثلا پشت پناه خار و ذلیل بگردد. و واقعا هم چیزی گفته درست است که یعنی بازداشتی، یعنی باز کردن پرونده جنایی علیه بختاور معنی این است که اون واقعا و اونم پرونده را اکستریمیستی زدن، اتهام اکستریمیستی، معنی اون است که میخواهند عزت امان رو واقعا زندانی بکنن. مثلا مسئله وقت است و نه تنها خودشه، میخواهند هم حتی اون پروژه عزت امان رو چکار کنن، زندانی بکنن و اونا در عموم
ای بین ببرن. حالا یک برادر هستن، ما مثلا برای که وقتی کمتر داریم و خیلی موضوعهای دیگر داریم برای همون نمیریم، امیدواریم دعاگو هستیم همه برادران دعاگو باشین که برادر عزت امون و تمام زندانیان از جمله اکای محمد علی، اکای زید سعید، اکای سید عمر دیگر، اکای محمد سید بزرگ میر و کی مقصود ابراهیم و اینایی که اخیراً فرود برده شدن رحمت جان و دیگر و اکای دمران اینجا، همه اینا را خداوند زودتر از شر این ظالمان نجات بده و ساق سالم به نزد اهل عائله شون برود. در وطن ما یک کشور، یک حکومت آزاد و یک آزاد بیاید که کرامت انسانی تاجیک حفظ شود، از این خواری و ذلیلی ما نجات بیابیم. حالا برادر عزیز یک مسئله دیگر هست که بریم به مسئله صلح، ولی پس از اون امروز یک حادثه رخ داد در آلمان. یک سومالیایی کمتر مسئله سلامتی روحیش هم خوب نبوده است، با مثلا کارد گرفته است و چند نفر زخمی کرده است و چند نفر کشته است و واقعا این در آلمان یک هنگامه را ایجاد کرده است که ببینید مهاجرین چیکار کرده ایستادن اینها. به نظر شما که خودتون در آلمان در اروپا قرار دارید همچون مهاجر، این کارها، این کاری که یک مسلمان انجام داد سومالیایی و اونم هر وقتی کارچه میزده است الله اکبر گفته میزده است، این چی تأثیر خواهد داشت بر مهاجرین و خصوص مهاجرین تاجیکی؟ متاسفانه این عملها در ذهنیت مردم تاثیر خیلی بد میگذارد، در ذهنیت مردم مقیمی اروپایی. و اگرچه مردم بیشتر درک میکنن که چنین ها مثلا همه مسلمان ها چنین نیستن، ولی هستن مردمی که دیگر میترسن از مهاجرین، ترسشون زیاد میشود، بیشتر میشود و ذهنیتی از مهاجر در عموم یک چهره خشین، نمیدونم افراطی، همین خیلی معرفی میکند که متاسفانه بسیار بر ضرر تموم میشود. با وجود اینکه گروه ها مهاجرای زیادی هم هستند که تلاش میکنن که از مهاجر، از مسلمان یک چهره معتدل و یک چهره مناسب و واقعا هم مسالمت آمیز و به اصطلاح انسانی معرفی کنند و این کار رو کرده ایستادند در عموم بیشتر مهاجرین. ولی این عمل ها باعث می شود که اون کاری این گروه هایی که خیلی تلاش میکنن برای معرفی درستی چهره یک مسلمان، چهره یک مهاجر دشوارتر شود و مشکلات بیشتری پیش روی اینها قرار میگیرند. و در عموم فکر میکنم که متاسفانه چنین عملها به تاثیر نیستند در معرفی چهره یک مهاجر مسلمان به خصوص در اروپا و تاثیر خودش میگذارد متاسفانه بر. بله 100% که این واقعا تاثیر منفی دارد بر مهاجرین و بخصوص نظری مردم محلی نسبتی مهاجرین خیلی بد شود و مثلا متاسفانه چنین حالتی رخ داده است و اون هم متاسفانه به نام الله اکبر گفتن که بهترین یک چیزی خوب را مثلا به این شکل گفتن خیلی بد است. حالا برادر بابا جان در مسئله صلح رحمان همه را تبریک کرد. چرا مخالفین حکومت این سال یگان برنامه درباره وحدت نگذارند؟ چرا مخالفین هم هر سال میگذارند این سال جشن وحدت رو برگزار نکنند؟ یا همونه که یک چاره‌بینی درباره وحدت؟ خب ببینید محمود جان، وقتی که درباره وحدت میگیم کدام وحدت برای مخالفین، اگر راستی من در این چند جا درباره صلح صحبت شد، من گپی استاد مرحوم مومن قناعت یادم اومد. استاد مومن قناعت میگفت که جنگ ما تمام نشده است، جنگ به سلاح ادامه دارد. در نمیدونم سال 2013 یا 2012 یک چنین چیزی گفته بود، در یک مصاحبهش یک اشاره چنین کرده بود و واقعا هم برای مخالفین این جنگ ادامه داشت. ولی با وجود این ما میخواستیم یک صلح با وجود بیاید، برنامه‌هایی میکردیم، میخواستیم، یک امید بود. ولی مخالفین دیگر فکر میکنم که واقعا درک کردن که رحمانوف
اون جنگ به سلاح رو حتی با جنگ با سلاح هم تبدیل کرد در بعضی مرحله ها و از طریق زندان کردن اکتفا نکرد، چندین مردم حتی با تهمت ها و با بهتان ها و با دیگرها به خطر رسوند و این یک واقعیت است، یک واقعیت است که امروز آمده است. دیگه مسئله این است که رحمانوف صلح را انحصاری کرد و در تمام اینجا وقتی میاد درباره صلح صحبت میکند گویا خودش با خودش صلح کرده است. یک چنین شکل مطرح میکند قضیه را که رحمانوف با خودش صلح کرده است و هیچ طرفی مخالفی وجود ندارد و کسانی که دیگری که بودن که صلح نمیخواستند یک گروه مخالفین بودن که امروز اونا را زده از کشور بیرون کرده است یا زندانی کرده است و خودش با خودش صلح کرده است. در واقع دیگر چی صلح باقی مانده است که اون جشن گرفته شود؟ ولی مخالفین فکر میکنم که به چی بدم نیست، اونها درباره صلح فکر میکنن و ما بیشتر فکر میکنم درباره دستاوردهامون در این مدتی که ما با صلح یک طرف صلح کرد و چی به آورد. امروز وقتی که درباره آرامی صحبت میکنن ما باید این رو معرفی کنیم و بدونیم که این آرامی که امروز آرامی نسبی که امروز در تاجیکستان وجود دارد نه کامل، این هم در واقع دستاورد مخالفین است که از گذشت مخالفین این آرامی با وجود آمده است، نه از از تلاش رحمانوف. مخالفین بودن که گذشت زیاد کردن و این آرامی و این صلح باقی مانده است. اگرچه زیاد چیزهای زیادی رو مخالفین از دست دادن ولی رحمانوف هیچ وقت صلح نکرده است و تا امروز جنگ یا با سلاح یا به سلاح ادامه داده است و تا حال همون جنایت ها ادامه دارد متاسفانه. و بنابراین صلحی که ما فکر میکنیم یک صلح واقعا هم کامل نبود، یک آتش بس بود. آتش بس به یک شکل آمد و رحمانوف جنگ ادامه داد و تمامی معیارهایی که تمامی چی میگن سازشنامه‌ای که در اون صلح امضا شده بود رحمانوف همه اون را زیر پا گذاشته است و هیچ چیزی باقی نمانده است. اگر شما نگاه کنید یک بود نیلسون ماندلا وقتی که به قدرت رسید مخالفاش چیکار کرد؟ آورد همه مخالفا را گذشت کرد و در قدرت شریک کرد و طرز کرد که یک وحدت واقعی را در آفریقای جنوبی به وجود بیارد و تانست یک حکومتی واقعا دموکراتی و امروز ببینید که یک آفریقای جنوبی یک کشورهای پیشرفته دنیا است. چرا؟ به خاطر همون کاری که کرد. ولی رحمانوف برعکس عمل کرد، واقعا برعکس عمل کرد. اومد مردم را فریب داد و تمامی مخالفاش از بین برد، حتی رحمانوف نزدیکای خودش هم از بین برد، هم سنگرهای خودش هم از بین برد و این ویژگی یک دیکتاتور است. ولی کاری که نیلسون ماندلا کرد ویژگی یک شخصیت ملی، یک شخص ملی و شخصی وطن پرست و یک چی میگن یک لیدر واقعی ملی است. مثل گاندی، مثل ماندلا چنین عمل کردن، نه مثل رحمانوف که هم سنگرهای خودشون و هم مخالفایی که با اونها باور کردند و دست دادن اونها رو هم از بین بردن. بسیار خوب. حکومت رحمان ببینید برادر عزیز، اونایی که در همین صلح نقش داشتن هم از این طرف هم از اون طرف، اونایی که اعضای کمیسیون اوشی ملی بودن هم از این طرف از اینایی که از طرف مخالفین بود اونا را برد زندانی و تبعید اینا کرد. اونایی که از طرف مثلا حکومت بود اونها را باز انزوا روی کرد، مثل دوستیف و دیگر و دیگر و دیگر. ولی چرا مخالفین درباره اونهایی که امروز در صلح تأثیر داشتن چه از طرف حکومت چه از طرف مخالفین صحبت نمی کنند؟ بیشتر یعنی همیشه یعنی اون طرف حکومت معلوم است که رحمان چه خیلی گفتید فکر میکند که صلح خودش کرده نیست، با خودش کرده است، اساسگذار صلح است و حتی نمیخواد کوچکترین کردیت کوچکترین امتیاز رو به دوستیف و به اون همسنگرای خودش بده. درست است؟ ولی مخالفین چرا مثلا کوشش نمیکند که مثلا از اونایی که هم از این طرف اپوزیسیا بودن حالا در زندان یا در تبعید هستن و هم از طرف حکومت که حالا در انزوا قرار دارن از اونها یک نوع یادآوری کند از خدمتشون از این؟ خب اولش که مخالفین مشغول برنامه‌های دیگر هستند بیشتر
و امکاناتی که دارن به همین میرسد و شاید در روزهای بعدی در این باره برنامه‌های در نظر داشته باشند گروه‌های مثلا در اروپا یک چیزایی شاید احتمال دارد که شکل بگیرد صورت بگیرد ولی شما ببینید حالا اگر فردا یک تغییراتی به وجود بیاید آیا به همین شکل باقی میماند؟ مطمئنا نه. مطمئنا رحمانوف در حکومتی که اگر مخالفین سر قدرت بیایند جایگاه هر یک اون کسانی که در این صلح نقش داشتن تغییر خواهد کرد از هر دو طرف. از هر دو طرف طبیعی است که اونها جایگاه واقعی خودشون را پیدا میکنند. شما ببینید ابراهیم عثمانوف، دوستیوف و خیلی از شخصیت‌های دیگری که از طرف حکومت هم زحمت کشیدن برای صلح، یا اینکه اون وزیر خارجه بود یک وقت یادم رفت، خیلی ها که هستن که طلبک بله طلبک و دیگران زحمت زیاد کشیدن ولی ما ببینید امروز اونها به انزوا رفتن ولی اکای محمد علی حید، دوملا محمد روزی اسکندروف، دوملا محمد علی دیگرانی هستن که اینها واقعا به خصوص شما ببینید جلال الدین محمود، اکای محمد علی، اینها کسانی بودن که در کمیسیون آتش بس اینا نظارتی چی میگن خلع سلاح داشتن، اینها واقعا زحمت کشیده بودن با جانشون بازی کردن. کمیته چی بود؟ کمیته آشتی همینطوری یک کمیته داشتن، یک کمیته آتش بس یا چی بود؟ آتش بس که در اون واقعا با جانشون بازی میکردن. اینها در هر لحظه که در هر جای کمترین درگیری میشد اینها حضور داشتند، اون نظارت میکردن، کوشش میکردن اونها را پیش راه درگیری ها و برخوردها را بگیرن و واقعا زحمت کشیدن. به خصوص شما ببینید اکای محمد علی کم زحمت نکشیده است برای این ولی امروز در زندان رحمانوف است یا که خیلی های دیگر. اینها واقعا جا دارد اگر حکومت تغییر کند و یک حکومت دیگر روی کار بیاید، من مطمئنم که اینهایی که برای این صلح زحمت کشیدن جایگاه خودشون را پیدا خواهند کرد و اونها اون وقت میبینید که اساسگذار صلح کی بوده است و مردم خواهند فهمید که واقعا هم صلح کی کرده است و کی شکست است صلح و کی به صلح پشتی پا زده است. باور کنید همین رحمان به این حد خودخواهی دیکتاتوری به این حد است که حتی اونهایی که به همراه خودش بودن در همین صلح دست داشتن با اونها احترام قائل نیست، نه اینکه احترام اونها را برده است به زاویه را برده است. واقعا هم صلح تاجیکان نیاز به بازنگری دارد، به کوشش زیاد دارد. حتی همین سازشنامه صلح به شکل درست به مردم نرسیده است، کی در اون امضا کرده است این هم نیست و واقعا خیلی چیزهایی هست که در این باره بعد تغییر کردن وضعیت امیدواریم که اونهایی که هر یک نفر خواه امروز در زندانن یا در تبعیدن یا در انزوا قرار دارن انشاءالله که به جایگاه خودشون میرسن و اونهایی که امروز از بین ما رفتن شهادت یعنی شهید شدن یا وفات کردن انشاءالله که در نزد خداوند انشاءالله که جزای خیر خواهند دید و انشاءالله که امیدوارگوی هستیم که فردوس اعلی نصیبشون باشد. یک بار دیگر برادران عزیز، هموطنان عزیز، 1 ساعت و 1.5 ساعت ما برنامه ما ادامه دارد و برای همین ما امروز برنامه را به پایان میرسونیم. یک بار دیگر از یک و یک شما برای اینکه با ما بودید تشکر میکنم. شامتون بخیر باد و همچنین از برادر باباجان قیمزاد که همکاری من اینجا یک جای صحبت کردیم تشکر میگویم. تا صحبت بعدی خدا یار مددگارت. خدا نگهبانتون.